اگه گودی کمر داری، اگه با چند دقیقه پیاده روی یا کار توی منزل کمر درد میگیری، این حرکات رو 2 نوبت در روز به همین ترتیب که بهت میگم اجراش کن. حرکت اول 4 ست 15 تکراری، بین هر ست 30 ثانیه استراحت. روی پاشنه پا میایم بالا 2 ثانیه مکس میکنیم، باسن منقبض میشه، میایم پایین. بالا 2 ثانیه مکس، حالا میایم پایین. دم و بازدم. حرکت دوم 3 ست 30 ثانیه‌ای، بین هر ست 15 ثانیه استراحت. کشش کامل. نفسگیری ممتد. حرکت سوم 3 ست 10 تکراری، بین هر 10 تکرار 15 ثانیه استراحت. کشش کامل فیله. کشش دست مخالف به این حالت. این پست رو ارسال کن برای عزیزترین آدمای زندگیت که از گودی کمر و کمردرد رنج میبرن.